مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند از زمان جاری شدن محدودیت در سفر بدون اجازه دانشجویان و آموزگاران به خارج عریضه 8 نفر در این زمینه رد نشده است. حمایه محض منفعت‌های شهروندان کشور ما است خلاص. نسبت یگان نفر تا به این روز ما جوابی رد ندادیم که نه شما سفر نکنید. این حادثه تا به این روز رخ نداده است و رخ نمی‌دهد. طبق یک قاعده نوی وزارت معارف از ماه فوریه آموزگاران و دانشجویان، محققان و پروفسوران تاجیک دیگر حق ندارند بدون اجازت مقامات به سفر خدمتی و یا تحصیل به خارج روند. این تصمیم از جانب بسیاری ها همچون نقض حقوق دانشگاهی ها برای حرکت و سفرهای آزاد انتقاد شد. ضمن نشست اخیر خبری مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان این تصمیم بحث برانگیز خود را حمایت کردند. قبول قاعده‌های مذکور هرگز حقوق انسان و مسافرت، حقوق انسان و آزادی حرکت را محدود نمی‌کند. برعکس، کفالت حفظ حقوق انسان و مسافرت و آزادی حرکت را دولت تأمین می‌کند. کارشناسان ضرورت قاعده های نو را زیر سوال میبرند. همه این اجازت دهی و اجازت گیری و غیره رو من نمیفهمم که به خاطر چیست. به خصوص در حالت هایی که خودی وزارت بر علاوه اعلان کرده است که ما هیچ کس سفرش رد نکردیم و رد نخواهیم کرد. پس معنی چیست؟ در همین حال مسئولین وزارت معارف و علم تاکید میکنند که یک هدف این اقدام حفظ منفعت‌های آموزگاران و دانشجویان و پروفسوران در خارج از کشور است. مگر زیان است که مقامات وکالتدار دولتی در ساحه معارف و علم از روابط شهروندان خود واقف باشد. در نیم سال اولی سال جاری به وزارت معارف و علم کشور با درخواست اجازه سفر خارجی 620 نفر از جمله محصلان و آموزگاران و پژوهشگران مراجعت کردند. برخی از منعقدان دیگر این تصمیم را تشویش‌آور نامیده میگویند که دانشگاهیان که با هدف تکمیل اختصاص آموزش‌های نو و سخنرانی در محفل‌های بین‌المللی سفر می‌کنند گروه پیشبرنده روشنفکران جامعه هستند.